سلام دوباره به شنونده های بوکست. اینجا قسمت 11 از کتاب صوتی بادامه، نوشته وون پیونگ سون. خیلی خوشحالم که همچنان همراه منی. توی قسمت قبل با شخصیت جدیدی به اسم گان آشنا شدیم. امروز هم ادامه داستان رو با هم میشنویم. اگه تا الان سابسکرایب نکردی، همین حالا دکمه رو بزن که قسمت‌های بعدی رو از دست ندی. بریم سراغ داستان. احتمالاً آن روز خانم یون همه نیروی باقی مانده‌اش را به کار برد. روزی که من به دیدنش رفتم، او به حالت کما رفت و چند روز بعد درگذشت. پروفسور یون با لحنی آرام و صدایی کوتاه این خبر را داد. تعداد انگشت شماری از مردم می توانند خبر مرگ عزیزانشان را مانند او به کسی بدهند. فقط افرادی که مانند من مغزشان آسیب دیده یا افرادی که در قلبشان با آن فرد فوت شده خداحافظی کردند. پروفسور یون جزو دسته دوم بود. نمیدانم چرا به مراسم تدفینش رفتم. مجبور نبودم، اما رفتم. شاید چون آن روز خالصانه به من محبت کرده بود. مراسم تدفین خانم یون با مراسم تدفین مادر بزرگ خیلی فرق داشت. مراسم تدفین مادر بزرگ یک یادبود مشترک و سرد و بیروح بود که من به تنهایی در مقابل تصویرش ایستاده بودم. مراسم تدفین خانم یون مرا به یاد مهمانی‌های دور همی انداخت. همه مهمانان کت و شلوارهای شیکی پوشیده بودند. عناوین شغلی و گفتگوهایشان پیچیده به نظر می رسید. یکدیگر را با عناوین مدیر، پروفسور، دکتر و رئیس صدا می زدند. تصویری که از خانم یون در مراسم وجود داشت کاملا متفاوت از چهره واقعیش بود. صورتش در تصویر با لبهای قرمز، موهای پرپشت، گونه‌های توپل و چشمانی که مانند روشنایی شمع درخشان بود خیلی جوان به نظر می آمد. حتما آن تصویر مربوط به 30 سالگیش بود. اما چرا آن عکس را در مراسم گذاشته بودند؟ انگار پروفسور یون متوجه سوالی که در گوشه ذهنم باقی مانده بود شد و گفت این عکس رو قبل از اینکه پسرمون گم بشه گرفتیم. توی هیچ کدوم از عکسایی که بعد از اون اتفاق گرفتیم اینطور لبخند نزد. عود روشن کردم و در مقابل میزی که عکس خانم یون و شمع گذاشته بودند تعظیم کردم. او قبل از مرگش به آرزویش رسید. پسرش را دید. حداقل خودش اینطور فکر میکرد. آیا اگر حقیقت را میفهمید شوکه میشد؟ به هر حال من کارم را انجام داده بودم. میخواستم برگردم که احساس کردم ناگهان هوای سردی در آنجا پیچید. همه یا دهانشان را بسته بودند، گویی سکوت قدرتمندی به آنها هجوم برده بود و یا با دهان باز خشکشان زده بود. درست در همان لحظه همه چشمها به یک سمت چرخید. آن پسر آنجا بود. پسرک لاغر بی حرکت ایستاده و مشتهایش را محکم گره کرده بود. بازوها و پاهایش خیلی بلندتر از جثه کوتاهش بودند. او شبیه به جو در یکی از انیمه های ژاپنی بود. اما بدن پسرک مانند جو به واسطه ورزش ورزیده نبود. بیشتر شبیه به بچه های جهان سومی بود که در یک برنامه مستند دیده بودم. از همان بچه هایی که برای زنده ماندن آموزش می دیدند. سطل زباله ها را زیر و رو می کردند و به خاطر $1 به توریست ها التماس می کردند. پوست تیرش هیچ درخشش و جلوه‌ای نداشت. زیر ابروهایش که مانند سایه سیاه بودند، چشمانش مانند قلوه سنگ‌های کوچک می‌درخشیدند و خیره به همه نگاه می‌کرد. این چشمان او بود که در اتاق سکوت برقرار کرده بود. شبیه به حیوانی وحشی بود که توله خودش را کشته و از روی عصبانیت دندانهایش را به آدم‌هایی که قصد آزار و اذیتش را نداشتند نشان میداد. روی زمین تف کرد. مثل اینکه او به این شیوه احوال پرسی میکرد. اولین باری هم که او را دیدم این کار را انجام داد. در واقع در مراسم تدفین
دومین باری بود که او را می دیدم. چند روز قبل دانش آموز جدیدی به کلاسمان آمده بود. معلم در کلاس را باز کرد و یک پسر لاغر از پشت سرش ظاهر شد. او دست به سینه شد و وزنش را روی یک پا انداخت. این ژست نشان میداد که او در برابر غریبه ها اصلا احساس ترس نمی کند. معلم سکندری خورد و به تته پته افتاد. انگار که او دانش آموز انتقالی بود. سپس از گان خواست که خودش را معرفی کند. گان وزنش را روی پای دیگرش انداخت و گفت: میشه تو این کار انجام بدی؟ بچه ها از خنده منفجر شدند. بعضی از آنها تشویقش کردند، کف زدند و همهمه کردند. معلم با دستپاچگی دستش را به سمت صورتش که سرخ شده بود برد. اون لیسونه. خب چرا به هم کلاسیات سلام نمی کنی؟ خب. گان کش و قوسی به گردنش داد و قلنج گردنش را شکست و بعد زبانش را به یک طرف گونه‌اش و بعد به طرف دیگرش هل داد. پوزخندی زد. سرش را خم کرد و آب دهانش را بیرون ریخت. خب سلام کردم. این بار با صدای بلندتری او را تشویق کردند. اما بعضی ها ناسزا گفتند. در چنین شرایطی معمولاً معلم ها هشدار می دهند یا دانش آموز را به دفتر مدرسه می برند. اما به دلایلی معلم سکوت کرد و سرش را برگرداند. خیلی سعی کرد جلوی خود را بگیرد تا از روی عصبانیت حرفی نزند و به همین دلیل صورتش از قبل سرختر شد. 1 ساعت بعد از معرفی گان مدرسه را ترک کرد. اینجا پایان قسمت 11. ممنون که تا اینجا همراه من بودی. اگر از شنیدن این داستان لذت میبری حتما لایک کن و نظرت رو برام بنویس. راستی دوست داری بعد از بادام چه کتابی رو برات بخونم؟ توی کامنت ها بهم بگو. تا قسمت بعدی مراقب خودت باش.